8. رویاهایت را مشخص کن. رویاهایت چه هستند؟ بر روی هر آنچه دلت می‌خواهد در زندگیت خلق شود تعمق کن. هر زمینه‌ای از زندگیت را مد نظر قرار بده و بر هر آنچه می‌خواهی متمرکز شو، نه هر آنچه نمی‌خواهی. با حقیقت درونی خودت، رویاها، اهداف و خواستهای قلبیت در تماس باش. آنها را گرامی بدار و بدون ترس، شرمندگی یا هر قید و بندی آنها را از آن خودت کن. خواسته ها و آرمان های تو تحت قیومیت تایید و تصدیق دیگران قرار ندارد. خواسته های تو فقط و فقط متعلق به خودت هستند، اما برای رسیدن به آنها باید مشخصشان کنی. تو سزاوار هستی